سلام عزیزان، سید هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. امشب در خدمت شما عزیزانم با آموزش یک الگو از سبک عرضه و تقاضا. این الگو زمان شکست محدوده عرضه و تقاضامون تشکیل میشه، اما شرط اصلیش اینه که در زمان شکست یک محدوده بیس برامون تشکیل بده و اگر قیمت مجدد به بیس خودش برگرده انتظار داریم که واکنشی داشته باشه. با هم دیگه وارد سایت بشیم تا من توضیحات تکمیلی خدمتتون ارائه کنم. خب پس ما گفتیم اگر یک روندی داشته باشیم به عنوان مثال صعودی باشه یا نزولی. اینجا یک سقفی داریم عزیزان. اگر قیمت موقعی که میخواد سقف خودش رو بشکنه، یعنی سقف قبلی خودش رو، اگر بیاد برای ما یک محدوده و یک بیسی بسازه و بعد شکست انجام بشه، این بیس برامون مهم میشه. ما میایم بیس رو با یک باکسی عزیزان مشخص میکنیم. انتظار داریم که قیمت اگر مجدد به بیس خودش برگرده یک واکنشی داشته باشه همجهت با روند قبلی خودش و به سمت بالا حرکت کنه. خب این بیسی که تشکیل شد عزیزان ممکنه دقیقاً یک مقدار قبل از شکست باشه یا ممکنه دقیقاً در زمان شکست یا حتی ممکنه با اختلاف یک دو تا کندل بعد از شکست بیس تشکیل بشه. در روند نزول مثل صعودی اگر ما یک کفی داشته باشیم و قیمت بخواد زمانی که کف قبلی خودش رو بشکنه بیاد یک بیسی برامون تشکیل بده و بعد قیمت بیاد کف قبلی خودش رو بشکنه، باز مجدد ما این بیس رو با یک باکسی میتونیم مشخص کنیم و انتظار داشته باشیم که قیمت در بازگشت خودش به بیس یک واکنشی داشته باشه و همجهت با روند قبلی خودش به سمت پایین حرکت کنه. خب همینطور که بهتون توضیح دادم ممکنه این بیس دقیقاً در زمان شکست سقف یا یک مقدار پایینتر و بالاتر تشکیل بشه. نکته که هست عزیزان، اگر چند تا سقف داشته باشیم اعتبار این بیسمون بیشتر میشه و الگومون بیشتر میشه. همینطور اگر چند تا کف داشته باشیم و بخواد قیمت بیس تشکیل بده اعتبار الگومون افزایش پیدا میکنه. من روی نمودار طلا هستم تا این فریم 15 دقیقه. خب اینجا عزیزان خودتون شاهد هستین یک کفی داریم، یک محدوده تقاضایی داریم. من میام مشخص میکنم و خودتون شاهد هستین که قیمت در زمانی که میخواسته این کف رو بشکنه اومده یک بیسی ساخته و مجدد به سمت پایین حرکت کرده. میگیم داری بیس داری. میایم این بیس خودمون رو با یک باکسی مشخص میکنیم از بالاترین تا پایین ترین نقطه، یعنی شادو هم در نظر میگیریم. خب زمانی که باکسمون رو مشخص کردیم قیمت مجدد اینجا وارد محدوده ما شده. میتونیم برای معامله سل اگر در داخل باکس تاییدیه بگیریم خیلی بهتره عزیزان. اگر هم نگرفتین اشکال نداره، میتونید همین اول باکس معاملتون رو ست کنین. اینجا معاملتون باز میشه، استاپتون میذارین پشت باکس و ریوارد 2 انتظار داریم که از بازار بگیریم. خب راحت بازار به ما ریوارد 2 داده. اینا حذف میکنم. خب مجدد جلوتر اومدیم، 2 تا کف داریم، یک محدوده دوباره تقاضا داریم که قیمت اومده اینجا شکسته، ولی در زمان شکست خودتون در تصویر مشاهده میکنید با چند تا کندل اومده یک بیسی برامون ساخته. پس من میتونم اینجا یک باکسی ترسیم کنم و ادامه بدم و قیمت مجدد زمانی که به باکس من رسیده میتونم اینجا وارد معامله سل بشم. استاپ پشت باکسمون و ریوارد 2 رو میتونم تنظیم کنم. خب همینطور که میبینید اینجا مجدد ریوارد 2 به ما داده. من تا اگر نمادم عوض کنم، به عنوان مثال از طلا بریم روی بیت کوین. به عنوان نمونه عزیزان اینجا ما یک دونه سقف داشتیم، قیمت اومده شکسته، یک بیسی برامون ساخته و ادامه روند خودش رو داشته. ما میتونیم اینجا این بیسمون رو مشخص کنیم
و انتظار داریم که قیمت زمانی که به بیسمون برگرده واکنش داشته باشه. اول بیس من وارد معامله میشم و استاپ زیر باکسمون و ریوارد 2 انتظار داریم که از بازار بگیریم. خب اگر از این آموزش سوالی دارید خوشحال میشم کامنت بذارید تا من بتونم به سوالات شما عزیزان پاسخ بدم. با لایک و ساب از ما حمایت کنید تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتری خدمتتون ارائه کنیم. تا آموزش بعدی شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم.